بیشتر به اصلاح خودمون فوکوس بکنیم به جای اینکه بریم روی عیب‌های دیگران تمرکز بکنیم. مولانا در یکی از اشعارش در مثنوی در لابلای یک داستان، در یک نقل قولی که از یک پسر نسبت به پدرش داره، اینطور میگه که هر کسی گر عیب خود دیدی ز پیش، کی بودی فارغ وی از اصلاح خویش. غافلند این خلق از خود ای پدر، لاجرم گویند عیب همدگر. کسی که تمرکز میکنه روی عیوب خودش، کی میبینی که اصلا وقت میکنه که به دیگران فکر بکنه. کسی میره دنبال عیوب دیگران و هی دست میذاره دنبال عیب‌های دیگران که فراموش کرده چه عیب و نقص‌های خودش داره. اونی میتونه به رشد برسه، عیوب و نقص‌های خودش رو رفع بکنه که اساساً وقت میذاره برای عیب‌های خودش، برای رسیدن به خودآگاهی، برای پیدا کردن نقص‌های خودش. اونی که زیاد وقت میذاره روی دیگران نشون میده که به همون میزان روی خودش وقت نذاشته و این یکی از موانع مهم خودآگاهیه. اینه که ما بیشتر از این که به خودمون فکر بکنیم، یعنی روی نقص‌های خودمون، نقاط قوت و ضعف خودمون تمرکز بکنیم، بیشتر روی نقاط ضعف و مشکلات دیگران تمرکز میکنیم.